سلام. یه مستطیل 40x28 برش بزن، از وسط تا کن، 4 گوشش رو 5x5 کم کن. حالا بند برزنتیو به صورتی که میبینی روی کارت بذار و دوخت نیش بزن. زیپو از همدیگه باز کن و هر کدومو یه سمت کارت بذار و روش رو دوخت بزن. حالا آستری که اندازه روی برش دادی بذار روی کارت، روی پارچه ها رو به روی هم باشه و دو سمت رو زیپ رو دوخت بزن، به سمت رو برگردون و کنار زیپ رو دوباره دوخت نیش بزن. سرزیپا رو ازش رد کن. حالا کار رو به سمت پشت برگردون، روی و آستر رو روی آستر میذاری، دو سمتش رو دوخت میزنی. حالا دوتا گوشه کار رو به این شکلی که میبینی دوخت میزنی، هم تو آستر هم تو روی. دوتا گوشه بالا رو به این شکل لبه ها رو کنار هم دیگه میذاری و دوخت آخر رو میزنی. یه قسمت از آستر هم که باز گذاشته بودی از اونجا کارتو به سمت رو برمیگردونی. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشی.